شهر قرغانتپه به پیشواز رئیس جمهوری تاجیکستان آماده می شود. چون انعنه کوچه و خیابانها پیش از تشریف او آرایش خاص می گیرند. مردم نیز سرتشویش و سرترددند. خورسند سعیدوف یک ساکن شهر قرغانتپه که 10 سال باز در باغ بنیاد شهر قرغانتپه کار می کند، چند روز است با وجود گرمای هوا کار و تشویش زیاد دارد. تاپاله نه درختور رو چیکردیم گل شینوندیم. بودن شهر خورسند 10 سال از سر فرمان تراکتور است و بار اول است که او را به معرکه سفر رئیس جمهوری تاجیکستان به مرکز ولایت ختلان جلب کردند. او امید دارد که در این مدت امکان خواهد یافت با پرزیدنت دستی سلام کند. روز 25 رئیس جمهوری تاجیکستان به قرغانتپه می آید و معمولا مردم در این تشریفات یک امکان رساندن پیام خصوصیشان را می بینند، هرچند ملاقات با او را مشکل می دانند. برکت الله المسوف ساکن 55 ساله شهر قرغانتپه میگوید اگر با پرزیدنت امکان ملاقات را پیدا کند درباره چیزی خواهد گفت که سالهای اخیر او را به تشویش آورده است. برای تندرستی دخترها که من حاضر چه کسالای قند دیابت من کسالای چیز بسیار شدگی بسیار چیزاش قیمت همه تندرستی کمتر و بعد همین چیزی که حاضر همین جوانان مکتبا روز که خیلی بسیار مکتبا دانشگاه قیمت شده است چیزا همه نمیتونن خونده این دورادو خونده نمیتونن همین دو چیز هست. ملکه عثمانова یک زن میده فروش که او را وضع مالی خانواده‌اش نگران کرده است میگوید اگر با پرزیدنت ملاقات کند برای دخترش کمک خواهد خواست. پاسپورت ندارم، دکمه ندارم، خودم پاسپورت ندارم، دخترم دی نمیتونم اسکان دادم که برای پاسپورت تو انا من هیچ جور نمیتونم ملکه میگوید برای رفع کمبزاعتی تلاش ورزیده است تا در بازار جایگاه برای سودا پیدا کند. به سببی که خود بیسوادی می نماید به نیتش نرسیده است و حالا در کوچه نشسته سودا می کند و به قول او همین جا هم آرامش ندارد. اومدم باید نشستم خیلی تا ساعتی 7-8 میشه میان سرمو میگن اول داجک یاشک مقاطی پسمیچکم بودگی. ساکنان شهر قرغانتپه گفتند که هرچند ملاقات با پرزیدنت امام علی رحمان آرزوی آنهاست اما به عملی شدنش چندان باور ندارند، چون که عادتاً در این ملاقات دریافت اجازه حضور مشکل است و قبلا اشتراکچیان رویخط می شوند. مطبوعات هم بارها نوشتند که به این وسیله از عرض و داد جلوگیری خواهد شد. بار دیگر از صمیم قلب مردم به پرزیدنت برای رفع مشکلات خصوصی مراجعت میکنند که به سببهای گوناگون مسئولین حکومت محلی به قولشان داد آنها را نشنیدند. شهر قرغانتپه یکی از نقطه های داغ جنگ شهروندی بود. کوچه ها و خیابان های این شهر شاهد مدهشترین حوادث بودند. از این رو شهروندانی هستند که ملاقات با رئیس جمهور را به این خاطر آرزو میکنند که به او عرض احترام نمایند. وقتی چی بگم 92 آدمی 92 در جنگو دیده بودم چه خیلی بود تاجیکستانی ما خودش کرونا میگم که تاجیکستان ما قابود زیبایی تینج کودکان ما اینا خرسان میگردن